سفرعلی نظیروف، مهندسی جوانی تاجیک که مدت در بنیاد نیروگاه راغون کار میکرد، اکنون نوار بستن مجرای دریای وخش را از سوی رئیس جمهور امامعلی رحمان تکرار به تکرار تماشا میکند. سفرعلی هر خبر و گزارش را در مورد نیروگاه راغون با توجه مطالعه و یا گوش میکند. وقتی که من هوای تماشا کردم، خیال کردم که من همونجا با همراهی همکارانم در همونجا اشتراک کرده ایستادم. همین قدر احساسم بلند شد که من کاش مقصد نمیافتیدم، اون مقصد میوب نمیشدم، اونجا اشتراک میکردم با اونها. افسوس که ما غلط دیدیم مقصد. افسوس دوامدار سفرعلی از آنجاست که در پی یک حادثه ناخوش در سال 2010 یک پای او مجروح شد و او دیگر امکان ندارد مثل قبل به حیث مهندسی ساختمان در این نیروگاه فعالیت کند. سفرعلی فاجعه صبح روز 13 ایول را قریب هر روز به یاد می آورد. یک بلاک بود، همون بلاک بلندی همون قالب 8 متر بود. همون آرماتور قپیدگی بودم که یکی شکست. آرماتور شکست، من دیگر این دستم که آزاد بود دیگر اگه اونجا قپیده نتونستم، اومده در زمین افتیدم. پس از افتیدن سفرعلی در بیمارخانه قریه بالا به هوش آمد. دکتران از شکستن 3 موضع استخوان پای و منه و دندانش به او خبر دادند. طی این مدتی که سفرعلی مشغول طبابت و تلاش برای مستقلانه راه رفتن را داشت، ساختمان راغون نیز مثل که دچار صدمه شد. در پی شکایت و اصرار همسایه‌های پایاناب تاجیکستان، ساختمان نیروگاه قطع شد. تاجیکستان وارد مرحله دورودراز ارزیابی فنی و زیست محیطی راغون گشت و کشور 4 سال منتظر پاسخ کارشناسان بین المللی باقی ماند. بالاخره کارشناسان کرایه کرده بانک جهانی ماه سپتامبر سال 2014 در شهر الماتای قزاقستان به طرح نیروگاه راغون خلاصه مثبت داده گفتند ساختمان امن و استفاده سربند در حدود راغون امکان پذیر است. پس از اوکی بانک جهانی در الماتا توپ به دست دوشنبه گذشت. تاکنون تاجیکستان برای ساختمان این نیروگاه پودرچی کول شرکت ایتالیایی سالین ایمپرجیلیو را کرا کرده پس از 25 سال دوباره مجرای وخش را دیگر کرده برای بنیاد سربند زمینه گذاشت. عین زمان با گشوده شدن گره مشکل راغون یک مشکلی سفرعلی نیز حل خود را پیدا کرد. 3 سال اول یاردم نکردن و بعد 2 سال اخیر ده وقتی که ما حجت گذاری کردیم، مقصد یک ادوکات گفته که همین حجت گذاری کن، مقصد برای توابتی توی و برای یاردم پولی گفته تو ده چی میکنن، مقصد یاردم میکنن. مقصد یک 2 سال بازه که 840 سومونی یاردم میکنن. سفرعلی همکنون مجروح است و امکانی کار کردن را ندارد. جبران پولی کارده سابقش برای خرید دارووار که او دائما به آن نیاز دارد کفایه نیست. همکنون این مهندسی تاجیک 2 آرزو دارد که یکی به خود او و دیگری به کل ملت تاجیک تعلق دارد. روزی می شود که این نیروگاه برقی آبی راغون به کار می درآید و این مشکلی برق ما یک طرفه می شود.